کارمندان پلیس گاچین ولایت لنینگراد روسیه روز 24 آگوست سال 2022 همه 4 نفر گمانبر برآوردن یک مهاجر تاجیک را دستگیر کردند. آدمربایان هموطنان خود او بودند که در پترزبورگ و ولایت لنینگراد به سر می‌بردند. نشریه محلی مایک 78 خبر داد که شام 18 آگوست 4 نفر ناشناس یک شهروند 26 ساله تاجیکستان را بودند. آنها از ماشین فرآمده با کارد به این جوان تاجیک تهدید کردند و او را به ماشین بار کرده به یک کافه‌خانه در پهلوی ایستگاه متروی پرناس در کناره‌های شمال پترزبورگ بردند. در آنجا آنها جوان جبر دیده را لطوکوب کرده طلب کردند که خود حاضر 300,000 روبل بدهد و سپس هر ماه 50,000 روبل. جبر دیده وعده داده است که طلب آنها را بدون چون و چرا اجرا میکند. در افغانگیران بعد این او را جواب دادند تا پول را جمع کرده بیاورد، ولی او بعد رهاییش راست به شعبه پلیس رفته خبر داده است که هدف ریکترها قرار گرفته است. مقامات حفظ حقوق در رابطه با این حادثه بر اساس قسم دوم ماده 126 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمربایی از جانب گروه متشکلانه با مصلحت پیشکی با استفاده از زورآوری و با مقصد طمع‌جویی پرونده جنایتی گشوده مواد جمع آوردهشان را الکی به کمیته تفتیشات سپردند. روز 24 آگوست همه 4 نفر گمانبر شونده دستگیر شدند. این زادگان تاجیکستان از 31 تا 35 سال داشته فعلا در بازداشت قرار دارند. سبب هموطنی خودش را ربودن و از وی طلب کردن چنین مبلغ بزرگ معلوم نیست. تفتیش این پرونده ادامه دارد. به دستگیر شدگان برای آدمربایی از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکند.